کنم که ما فیلم سرزمین خورشید رو اینجا کار میکردیم، یه حدود 6 ماهی مهمون آبادان بودیم. آقای شکیبایی تشریف دارن اینجا. آقای شکیبایی ما در خدمت استاد شکیبایی اینجا که کار میکردیم دیگه، وقتی کار تمام میشد تمام محله های آبادان رو قدم میزدیم و محله امیری با هم آش میخورد. یادتونه آقای شکیبایی؟ بله. کار لاف میزنی یا گاهی وقتا یادم اینقدر ما اینجا بیکار میشدیم، ما آبادانی هم حرف میزنه، ما صبر کن بابا. عرض کنم خدمتت که یادم اومد که دیگه خیلی پرسه میزدیم و بیکار بودیم، یه شعری در وصف حال خودمون گفته بودیم به آبادانی. میگه که بلکمی کردی تو بلکم شدی، یا پلو خوردی و گندکم شدی. احمدآباد و بریم و لیل یک، انقدر پرسه زدی تا گم شدی. عرض کنم که من حالا به دنبال گله‌ای که کردم از آقای نشان، واقعا میخوام تشکر بکنم از اینکه جشنواره امسال به مراتب با شکوه‌تر از پارسال برگزار داره میشه و شاهدیم که چقدر تلاش شد این مدت. غیر از سرور عزیزم آقای دکتر نشان که امیدوارم همچنان در مستر کار باشن و بتونن فعالیتاشون رو ادامه بدن و گسترش کاراشون رو مشاهد باشیم، جا داره که از جناب آقای سلیمی اینجا یادی بکنیم که تشریف دارن ایشون. آقای سلیمی قائم مقام محترم معاونت امور سینمایی و مدیر عامل سینما شهر هستند که برگزار کننده جشنواره‌های استانیه. ما شاهدیم که آقای سلیمی بعد از جشنواره پارسال، حالا شاید من لازم نباشه اینا رو بگم ولی قراره با هم صحبت بکنیم، یه پشت پرده هم کمابیش خبر داشته باشید. ما در جریانیم که چقدر تلاش کردن طی مذاکرات که با آقای تاج‌زاده کردن. آقای سلیمی ببخشید من این حرفا رو میزنم ولی به هر حال دوست داریم که به هر حال گفته بشه. طی مذاکراتی که با آقای تاج‌زاده کردن برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی استان، برای تأمین بودجه که مقرر شد ایشون 20 میلیون کمک بکنن و این هم با تلاش جناب آقای سلیمی بوده که من اینجا لازم ازشون قدردانی کنم، از طرف خودم، از طرف هنرمندا و اهالی آبادان و مهمونای جشنواره. اما برگزاری یک جشنواره واقعا به این سادگی نیست. اونم جشنواره‌ای که سال دومش که من نگاه می‌کردم توی صورت برنامه‌های اتفاق خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود که توی فیلم‌هایی که این چند سال اخیر در سینما ایران ساخته شده، در کنارش سینمای انجمن سینمای جوان رو داریم و در کنارش نگاهی هست به سینمای اجتماعی قبل از انقلاب. این یک جور نگاه کردن به هویت خودمونه. من جا داره که تشکر بکنم از مسئولین جشنواره، چون به هر حال هیچ فرهنگی نمیتونه بدون نگاه به گذشته خودش، حالا با همه اشکالاش، با همه محاسنش، تا زمانی که این نگاه نباشه همیشه یه جای کار میلنگه. این رو من به فال نیک میگیرم، چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم هنرمندانی که در طول سالیان برای این مملکت کار کردند جا داره ازشون قدردانی بشه. کسایی مثل آقای امیر نادری به هر حال حالا نیستن اینجا، ولی به هر حال ما میدونیم
چه تلاشی کرده. زنده یاد مجید محسنی که تو اون زمان توی سینمای اون روزگار، الان نگاه میکنیم میبینیم فیلماش واقعا جای تأمل داره. اون روزگار توی اون فضا ساختن چنین فیلمایی خیلی شهامت میخواست. من میخوام که تشکر بکنم از مسئولین جشنواره که نگاهی داشتن به سینمای گذشته ما، به هویت ما، به عرض کنه که ماهیت فرهنگی این جامعه. اما یه عزیز دیگه‌ای که در برگزاری این جشنواره سهم عمده‌ای داره که البته ما امیدواریم که این جشنواره توی شهرهای دیگه استان هم به طریقی بتونه برقرار بشه. حالا اگر نه جشنواره، حداقل ارتباط بین هنرمندا با اهالی، با دستاندرکاران سینما و تئاتر شهرها امیدواریم که به وجود بیاد. جناب آقای مقتدایی، استاندار محترم خوزستان، ما تشکر میکنیم از ایشون به خاطر تمام تلاشایی که کردن برای برقراری و ادامه این جشنواره. جانم من نمیتونم بشینم، صندلی نیست با من. این عرض کنم که من خواهش میکنم که جناب آقای مقتدایی تشریف بیارم بالا و طی سخنانی ما رو بیشتر اصولا در جریان جشنواره و چگونگی فعالیت‌های فرهنگی استان قرار بدن. خیلی ممنون میشیم. جناب آقای مقتدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من درز خیر مقدم دارم خدمت تمامی حضار عزیز و مدعوین محترم و خصوصا هنرمندانی که زحمت کشیدن و قبول زحمت کردن، تشریف آوردن به آبادان و امیدوار هستیم با تکرار این جشنواره امسال و انشالله اگر عمری باقی باشه در سالهای آینده موجب استمرار و تثبیتش باشیم. و همینجا هم تشکر میکنم از زحمات عزیزانمون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که توجه خاصی نسبت به استان خوزستان و شهرهای ویژه‌ای مثل آبادان که در حقیقت هر گونه سرمایه گذاری درش به راحتی جواب میده. تشکر ویژه دارم از جناب آقای سلیمی که همت کردن و اصرار و تأکید بر برگزاری جشنواره داشتن، جناب آقای داد که در سال گذشته خیلی همت به خرج دادن و امسال هم به لطف خدا عنایت ویژه‌ای داشتن. و تشکر خاص هم داشته باشم از جناب آقای دکتر مهاجرانی لحاظ زحماتی که کشیدن و تحولی که ایجاد کردن در بخش فرهنگ و ارشاد، چه در بخش سخت افزاریش و چه در بخش نرم افزاری. در فاصله همین 2 سال و اندی که بنده افتخار خدمت به مردم شریف خوزستان رو دارم، هر بار که ایشون یا یکی از معاونت‌هاش به استان سفری داشتن منجر به یک تفاهم نامه میشد که نهایت یا ساخت و سازی بود تحت عنوان کتابخانه تالار
و یا تفاهم نامه تحت عنوان همین جشنواره ها که به لطف خدا طی 2 سال گذشته شاید جشنواره های بزرگ و سنگینی رو در استان خوزستان شاهد برگزاریش بودیم. حالا برای که تئاتریا هم دلشون به دست بیاد، ما قبل از اینکه بپردازیم به جشنواره فیلم، جشنواره بین المللی تئاتر ایران زمین رو در مرکز استان داشتیم که سال دومش هم برگزار شد. از اون بابت هم نگران نباشید، چون حتی یک قدم هم از جشنواره فیلم های اجتماعی فراتر رفته و از همون ابتدا به صورت بین المللی برگزار شده. این هم اینجا خدمت عزیزان اعلام بکنیم در جهت کیفی تر شدن و جامعیت بخشیدن به این جشنواره. توافقی هم که با معاونت محترم امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قائم مقام محترمشون جناب آقای سلیمی به این جمع‌بندی رسیدیم که انشاءالله همگی همت کنیم و از سال آینده این جشنواره به صورت بین المللی انشاءالله برگزار بشه که این هم خودش یک موفقیت است. اما بحث این که چرا جشنواره فیلم های اجتماعی در آبادان برگزار شد. اساساً خوزستان یک استانی است با ویژگی های متعدد ملی. یعنی شما در هیچ استانی از کشور این همه تردد مسئولین و مردم را نظاره‌گر نیستید. هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ ارزشی، هم به لحاظ دوران دفاع مقدس، از هر جنبه‌ای که نگاه بکنیم یک استانی است که هر ویژگی که استان‌های دیگه دارن بخشش در استان خوزستان وجود داره. بنابراین یک استانی است با حساسیت‌ها و ویژگی‌های ملی. به همین دلیل هیچ کس در استان خوزستان احساس غربت نمی‌کنه. و همین دلیل هم هست که هر بار که دعوتی به عمل میاد عزیزان کامل استقبال میکنن که حضوری داشته باشن در استان خوزستان. و آبادان هم در حقیقت یک شهر 100% ملی است که باز کسی در آبادان احساس غربت نمیکنه. یعنی وقتی که به مجموعه جمعیتی شهرستان آبادان نگاه میکنی، از اقصا نقاط کشور ترکیبی از اون جمعیت درش هست. یعنی من یک روز میگفتم انجمن‌ها و هیئت‌ها و جریانات مختلفی که توی آبادان وجود داره بیانگر اینه که یک استانی است 100% ملی. برشمردم شاید قریب به 100 باب حسینیه از اقوام مختلف. یعنی وقتی میرفتی توی فارس می‌بینید جرمی ها از یک طرف، فسایی ها از یک طرف. وقتی میرفتی توی اصفهان، استان اصفهان، می‌بینید که خمینی شهری ها از یک طرف. در هر حال هر شهری رو که نگاه بکنید تحت عنوان یک انجمن، یک تشکل اجتماعی مذهبی اینجا حضور داره. و علت برگزاری این جشنواره هم و به دنبالش گرم برگزار شدنش همینه که این شهر به لحاظ هم شرایط اجتماعیش و هم دوران دفاع مقدس یک شهری است که متعلق به همه است. یعنی هیچ کس احساس غربت درش نمیکنه و هر کسی احساس میکنه که سهمی در این شهرستان داره و انشالله با همین اقدامات بشه استان خوزستان و شهرهاش رو، خصوصا شهرهای جنگ زده، انشالله بتونن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. کاری که سال گذشته شد شاید همزمان در 6 شهر کارهای جشنواره پیگیری میشد. امسال هم که در آبادان، اهواز و خرمشهر برگزار میشه. حالا باز هم جای تشکر داره که جشنواره فیلم‌های اجتماعی رو برای آبادان انتخاب کردن، چون
در تمام بخش ها وقتی نگاه میکنی، حالا فیلم به صورت سیاسی باشه، فیلم به صورت کمدی باشه، شاید تعداد بسیار معدود باشه در طی سال. منتها می‌بینیم که در یک سال طبق آماری که عزیزان ارائه میدادن حدوداً 30 فیلم اجتماعی که ساخته میشه 18 تاش اینجا به نمایش گذاشته میشه. یعنی این تعداد و این حجم کار خودش موجب میشه که جشنواره از یک گرمی خاصی برخوردار باشه. ما هم قول میدیم انشاءالله به عنوان یک وظیفه در تمام شهرهای استان خوزستان به امر ساخت و ساز تالارهای متعدد خصوصا در بخشهای محروم بپردازیم. طبق پیشنهادی که جناب آقای نشان دادن شاید قریب به 4-5 تا تالار را در شهرستان مثل هفکل، هندیجان، گتوند که تو همین مایه ها تالار را میسازن که در حقیقت مردمی که شاید دسترسی به چنین مراکزی رو نداشته باشن به راحتی بتونن از این امکانات برخوردار باشن. و کارهای عظیمی هم طی این 3 سال گذشته صورت گرفته در بخش فرهنگ و ارشاد اسلامی که تلاش برادر بزرگوار جناب آقای دکتر نشان قابل تقدیر هست. هرچند که هر بحثی رو راجع به برگزاری چه نمایشگاه کتاب بوده، چه تئاتر بوده، چه جشنواره‌های فیلم بوده، ما با توکل به خدا همیشه گفتیم شروع کن. یعنی در آینده نزدیک جشنواره کتاب رو داریم که شاید یک هزینه حدوداً 150-60 میلیون تومان خرج روی دست ما بذارید انشاءالله در اهواز، ولی گفتیم توکل به خدا شروع کنید. هیچ وقت هم در نموندیم چون سازمان ها و ادارات مختلف به طرقی که از دستشون برمیاد کمک میکنن و واقعا وظیفه خودم میدونم از جناب آقای نشان تشکر کنم. همه این تعارفات هم در مورد این جشنواره به جای خودش، ولی اگر جناب آقای داد و جناب آقای سلیمی در رأسش، چون پیگیری هایی که میکنن من یادم رفته بود که جشنواره باید برگزار بشه، با تلفن بارانی که از جانب ایشون آقای نشان و عزیزان دیگه شدیم متوجه شدیم که داریم به برگزاری جشنواره نزدیک میشیم. انشالله از سال آینده هم با اون کیفیتی که خدمتتون عرض کردیم شاهد این باشیم که هم تعداد شهرستان‌های بیشتری رو زیر پوشش ببریم، هم بتونیم انشالله فیلم‌های بیشتری رو اینجا داشته باشیم و به دنبالش هنرمندان بیشتری رو داشته باشیم. چون در کنار همین برگزاری ها، جشنواره هاست که استعدادها میتونن خودشون رو نشون بدن و من ظرف همین 2 سال حضور هنرمندان استانی رو در فیلم های متعدد و تئاترهای متعدد شاهد بودم. خود این یعنی در حقیقت یک تعامل با هنرمندان حرفه‌ای و تحصیل کرده که میتونه در کیفیت کار اثر بذاره. حضور کارگردان‌های متعدد هم طی سال حداقل 4-5 تا کارگردان داره مراجعه میکنه که فیلمی رو در استان خوزستان با توجه به موضوعات متعدد اجتماعیش و دوران دفاع مقدس بسازه و اون انتخاب‌های هم که ختم به خوزستان میشه علتش تنوع مسائل اجتماعی که عرض کردم نمونه‌های ملیش در استان خوزستان مشاهده میشه. بنده با توجه به خستگی عزیزان که هواپیما هم تأخیر داشت و راه به سالن تشریف آوردن بیش از این مزاحم نمیشم. منتها میخوام بگم که برگزاری هر کدام از این جشنواره ها که 2 روز 3 روز دور هم جمع میشیم نتیجه یک برنامه ریزی از ابتدای سال هست که از طریق وزارتخونه، ادارات کل و دستگاهایی که کمک میکنن تا بشه یک مجموعه رو دور هم جمع کرد تحت عنوان جشنواره یا همایش که در حقیقت اون یافته های مختلف در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دوران دفاع مقدس رو به نمایش بذاریم.
انشالله که همگی موفق باشید. در همین بخش هم من عرض کنم که 16 فیلم کوتاه توسط هنرمندان استانی امسال عرضه میشه در همین جشنواره که باز خودش یک موفقیت هست. بنده به هر حال چون مسئول اجرایی استان هستم، وظیفه خودم دونستم که بیام عرض خیر مقدمی داشته باشم. در تخصص من شاید نباشه، منتها همجواری با آقایون یک چیزایی را به ما انتقال داد که به عنوان یک گزارش خدمتتون عرض کنیم. امیدوار هستیم در فاصله زمانی که عزیزان هنرمندمون در آبادان و شهرهای مختلف استان حضور دارن بهشون خوش بگذره. مردم آبادان، مردم خوزستان کاملا صمیمی و خونگرم هستن. یقین دارم که در این هوای سرد با گرمی رفتار مردم آبادان بهتون خوش خواهد گذشت. انشالله همگی موفق باشید. با تشکر از جناب آقای مقتدایی. خیلی ممنون آقای مقتدایی. من عرض کردم ما میدونیم که چقدر مشکله استانی بعد از جنگ رو جمع جو کردن خیلی سخته، ولی به هر حال میشه با همت شما و با همت مردم. حداقل این 2 سالی که ما شاهد هستیم اومدیم اینجا، از بابتی جشنواره آبادان یکی از پربارترین جشنواره ها بوده. شاهدش اینه که وقتی ما هم پارسال هم امسال زیاد خجالت زده نیستیم، برای اینکه شاهدیم که هم پارسال هم امسال 2 تا سالن افتتاح شده و این خیلی باعث سربلندی برای ما که این جشنواره غیر از حالا ارتباطات فرهنگی حداقل منشأ این حرکت شده. امیدواریم که همچنان ادامه داشته باشه. ما چون مهمان هستیم قراره از طرف میزبانان عزیزمون آبادانیای عزیز یه جوری پذیرایی بشیم. پذیرایی که برای ما تدارک دیدن مسئله برنامه هنریه. گروه چکاوک آبادان که امشب در خدمتشون هستیم برای ما قطعاتی از استاد حسین علیزاده اجرا میکنن به انضمام قطعات ضربی که به شکل بداهه نوازی همراه با دف همراه میشه. من خواهش میکنم از گروه چکاوک تشریف بیارن و برنامهشون رو اجرا میکنن.
همین دادون هست اجراش میدن که فردا چیه؟
خود ببر. دست بزنیم برای گروه چکاوک. بله، گروه چکاوک نوازنده دف، دایره و تنبک آقای نیما مالکی زاده بودن و نوازنده تار آقای حسین لک. امیدواریم که این گروه همچنان برقرار باشه و ما شاهد کارهای دیگه هم باشیم. ولی واقعا امشب جای نی انبونم خالی بود، ساز من خالی. بله، من حالا باز هی دور میزنم برمیگردم سر حرف اولم، مسئله نمایش و گروه های تئاتری اینجا رو عنوان کردم. این زیادم سنگ خودم رو به سینه نمیزدم و برمیگردم مقدار زیادش به سینما، چون به هر حال سینما یه هنر ترکیبیه. سینما توش تئاتر نقش داره، هنر عکاسی نقش داره، معماری نقش داره و اصولاً توی جامعه فرهنگی هیچ دوره‌ای، هیچ جای دنیا ما نمی‌بینیم که یه مرتبه یه هنری رونق بگیره و هنرهای دیگه وجود نداشته باشه. نمیشه. یعنی زمانی توی جامعه فرهنگی سینما شکل میگیره که حتما نقاشیش هم جون بگیره، که حتما موسیقیش هم گروه‌های قوی داشته باشه، مجسمه سازی، معماری و ما شاهدیم به عنوان نمونه خود سینمای بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد حضور برای بچه‌های تئاتری بود که البته این اتفاق قبل از انقلاب افتاده بود ولی نه به صورت حرفه‌ای، برای اینکه عامه هنوز توجه نداشتند. یه حرکتی بود عکس جهت آب که واقعاً بنیاد این سنگا گذاشته شد. حضور تئاتریا بود که نمیگم خیلی چیز بود ولی اصولاً هنرهای دیگه اومدن و این هنر ترکیبی سینما رو کمک کردن و ما می‌بینیم خیلی از بازیگرای امروز از تئاتر اومدن، خیلی از کارگردانای سینمای ما از تئاتر اومدن و حالا عزیزی تو سالن هست که من فکر کردم هیچ ارتباطی با تئاتر نداره. یه روز صحبت بود گفتش که تو یه نمایشی بازی کرده بودی مثلا اون سالها. گفتم تو هر کجا می‌دیدم تمام تئاترها رو تعقیب میکنه. این یعنی تبادل و ارتباط فرهنگی. این افتاد استاد، این افتاد چسبش. حالا به هر صورت اگه چسب گم بشه که آقا خیلی ممنون، قربانتون، میخوام به دست بگیرم. جا داره امشب یادی بکنیم از کسایی که توی هنر تئاتر صادقانه فعالیت کردن و تجربیاتشون به سینما کشیده شد، کسایی که هستند و امشب استادی اینجا حضور داره که صرف نظر از کارهای سینماییش که برای همه آشناست، خدمات تئاتری این عزیز که چه به عنوان نویسنده سناریو چه به عنوان بازیگر سینما و اگر یادتون باشه که من خوب یادمه شاگردی کردم در خدمت این استاد، چقدر این تجربیات برای جوانای امروز، اونایی که یادشونه، کارساز و مفید بود. این ارتباط بین هنر تئاتر و سینما واقعا محصول زحمات این اساتید بود. من خواهش میکنم از سرور عزیزم استاد علی نصیریان
میکنم و درود میفرستم به خوزستان و مردم خوزستان. من فکر میکنم که مأموریتی به من داده شده، تصورم این هست که وظیفه ماست که از طرف گروهی که از تهران اومدیم، دستاندرکاران و هنرمندان سینما که به جشنواره شما دعوت شدیم، از استاندار محترم، مسئولین محترم استان و مدیر فرهنگ دوست و هنر دوست و عاشق ادب و فرهنگ ایران من تشکر بکنم از طرف همکارانم چنین مأموریتی به من داده شده. فقط یکی دو نکته برای اینکه بسیاری از حرف‌هایی رو که من در دل داشتم همکار و دوست گرامی آقای پورصمیمی مطرح کردند و گفتند در مورد تئاتر، در مورد ایجاد سالن‌هایی که به بهانه این جشنواره‌ها ایجاد میشه که اینها خب همه یک سری کارهایی است که باید بشه. ما یه خود اهل تعارفیم حقیقتش، خیلی از همدیگه هی می‌خوایم تعریف کنیم، هی تعارف تکلم بکنیم. من فکر کنم اینا وظیفه ماست. یعنی البته نمیخوام بگم که تعارف نکنیم یا خب بله همه جای دنیا این تعارف‌ها رو میکنن، تشکر میکنن. ما یه خود زیاده روی میکنیم در هر کاری، در همه امور یه خود زیاده روی میکنیم، در غم، در شادی، در ابراز، در تشکر یه خود زیاده. من نمیخوام اهل تعارف باشم، ولی واقعا احساسم این هست به خاطر این همه تلاش هایی که شده، همونطور که فرمودند آقای استاندار، از اول سال تلاش کردن چنین جشنواره‌ای رو شروع بکنن و این هیئت بیان، این فیلم ها بیاد، یک مضمون اجتماعی رو بیان مطرح بکنن در یک جشنواره‌ای، 2 سال تداوم بدن، جشنواره تئاتر بگذارن. خب جشن و جشنواره اساس زندگی مدنی است. اگر ما هی صحبت از مدنیت میکنیم یا حتی اگر صحبت از گفتگو میکنیم، خب ما تلویزیون داریم، سینما میخوایم چیکار کنیم؟ تئاتر میخوایم چیکار کنیم؟ این همه سالن برای چی بسازیم؟ نه، انسان نیاز داره. چرا؟ برای اینکه هنر اساساً از آیین برخواسته. شما میدونید که هنر و به خصوص هنر نمایش از آیین برخاسته. یعنی از 2500 سال پیش مراسم آیینی در یونان باستان تبدیل شد به مسابقه نمایشنامه نویسی و تو حماسه این تراژدی ها رو کشیدن بیرون، این کمدی ها رو کشیدن بیرون و مطرح شد. یعنی ریشه های آیینی داره. در تئاتر اپیداوروس 14,000 نفر جمع می شدند و هنوزم آثارش هست و هنوزم گروه ناشنال تیاتر یونان در همون اپیداوروس با 14,000 نفر نمایش اجرا میکنه و در تئاتر آتن هم همینطور که با 2,000 تا ظرفیت. تئاتر یک آیینه، جمع شدن در یک سالن یک آیینه. همونطور که شما نیاز دارید به مسجد برید، همونطور که نیاز دارید عبادت خدا رو بکنید، نیاز به هنر هم دارید. نیاز به این دارید که در جایی جمع بشید با حضور انسان‌های دیگر اثر هنری رو ببینید. این نکته متفاوته که من بشینم تو خونم ویدیو ببینم. تنهایی، اون حسی که در تاریکی سالن سینما یا در تاریکی سالن تئاتر با حضور دیگران، اون تأثیری که رو شما میکنه از نظر روانی خیلی متفاوته که شما یه ویدیو بذارید تو خونتون بشینید ببینید. انسان موجودی است اجتماعی و نیازمند به فرهنگ.
و این بخشی از فرهنگ و این نیاز جامعه ماست. به همین دلیله که من تقدیس میکنم و احترام میگذارم و تقدیر میکنم از تمام کسانی که بدون تعارف، از تمام کسانی که دارن تلاش میکنن تو این مملکت با این مشکلاتی که داره فرهنگ رو حرکت بدن و تکون بدن، راه بیندازن، به خصوص مجامع هنری و فرهنگی رو که یک حرکت انسانی، دیدن همدیگه، مجتمع شدن در یک جا و دیدن آثار هنری، کتاب، شعرخوانی، مجالس شعرخوانی، سینما، تئاتر، من واقعا تقدیر و تقدیس میکنم و احترام میگذارم و تشکر میکنم از این خطه و از خوزستان که چنین جشنواره‌های ایران زمین در تئاتر و جشنواره فیلم که دومین سالش. من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، میدونم سخنرانی کردن خیلی خسته کننده میشه. باز هم تشکر میکنم. امیدوارم که از این نوع اقدامات برای این حرکت‌های فرهنگی باز هم بشه و این کارها تداوم داشته باشه، مقطعی نباشه، برای اینکه جامعه ما نیاز داره، به خصوص جوانهای مملکت ما. شما ببینید بسیاری از مجامع نیست، نباید باشه، بله، ولی مجامع فرهنگی جایگزین اون چیزهایی که احتمالاً به طرف فساد و ناجوری هست میتونه بگیره. همین جشنواره‌ها، همین حرکت‌های فرهنگی جایگزین اون چیزی خواهد شد که شما دوست ندارید باشه، ما هم دوست نداریم باشه. به خصوص جوانهایی که اینقدر استعداد دارن و من باز تشکر میکنم و تقدیر میکنم و میدونم که یک نفر توی اتوبوس با من صحبت کرد در باب سینمای جوان اینجا خوزستان که در کنار سینمای حرفه‌ای میاد. آیا تحت شعاع قرار نمیگیره؟ آیا له نمیشه؟ نه، به هر حال جوانهای ما خودشون رو نشون میدن و این سینمای تجربی و این سینمای جوان میبایستی به وجود بیاد. شما ببینید 2 نفر نوازنده، 2 نفر هنرمند اینجا اومدن و هنرنمایی کردن در زمینه موسیقی. دیدید چه انرژی داشتند؟ من نمیخوام بگم اینا شاهکار بودن ها، نمیخوام بگم کارشون درجه 1 بود، نمیخوام بگم کارشون بی‌نقص بود، نقص هم خیلی داشت، ولی دیدید چه انرژی داشتند توی ارائه. این اون انرژی است که ما نمیبایستی هدر بدیم. ما میبایستی هدایت کنیم به سمت سوی خلاقیت، به سمت سوی این که این بچه‌ها رو آقای علیزاده رو دارن مینوازند، برن فراتر، برن جلو، ببینیم ما چیکار میکنن، چون انرژیشو دارن، شعورشو دارن و من احترام میگذارم و تشکر میکنم از این جوانهای ما. حالا در زمینه سینما هم ما داریم، در تئاتر من در 2 سال در جشنواره‌های تئاتر تو شهرستان‌ها میرم، خدا میدونه چه استعدادهایی رو من دیدم در جوانهامون و چقدر خوبه که اینها هدر نره، اینها هدایت بشه، به جای هرز رفتن و پرت افتادن و ول شدن هدایت بشه، برای اینکه آتیه مال اینهاست، آتیه مال اینهاست. هر چقدر از این سالن‌ها بسازید جای دوری نمیره، مطمئن باشید جای دوری نمیره، به خصوص سالن‌های کوچیک و در همه شهر. سالن‌های بزرگ و لوکس نه، سالن‌های اساسی مثل همینجا خیلی مناسبه، خیلی هم خوبه، هم برای سینما هم برای تئاتر. سالن‌های کوچیک تا در همه شهرها به همین گستردگی. آقای سلیمی می‌فرمودند که 36-7 تا سالن تو این مدتی که این جشنواره‌ها رو برگزار کردند، ایجاد کردند در گوشه و کنار مملکت. خب این برای چیه؟ برای همین این ازدحامی که بیرون ما دیدیم. اینا رو کی باید جواب بده؟ جواب اینا با کیست؟ اینا کجا باید برن؟ چیکار باید بکنن؟ در میزنن، مشت میکوبن، میخوان بیان ببینن، میخوان حضور داشته باشن، استعداد دارن، میخوان ببینن، دوست دارن، علاقه‌مندن. به خصوص کارهای نمایشی که خیلی جذابیت داره برای جوان. نگذارید اینها هرز برن، نگذارید به طرف اعتیاد و غیره و غیره، هدایت بشن، انرژی هاشون بیاد متمرکز بشه تو کارهای فرهنگی، تو کارهای هنری، شب شعر، موسیقی، کنسرت. بگذارن انرژیشون رو ارائه بدن، هنرشون رو ارائه بدن، برن نوآوری بکنن، برن پیدا بکنن چیزهای تازه به وجود بیاد برای فرهنگ این مملکت ما.
مملکت بسیار فرهنگ عمیقی داره و با فرهنگ و با گذشته بسیار غنی فرهنگی در همه زمینه ها. بنابراین امروز ما باید با اتکا، همطور که دوست عزیزم گفت آقای پورصمیمی، با اتکا به اون فرهنگ کارهای تازه بیاریم. البته این رو هم عرض بکنم من باب انتقاد از خودمون. درسته ما داریم رو کیفیت از کمیت کار میکنیم، ولی حواسمون جمع کیفیت هم باشه ها، فقط آمار ندیم. عذر میخوام، مواظب باشیم ما کیفیت کارمون رو از دست ندیم. بعضی موقع ها این فیلم های قدیمی مثلا 30 سال پیش رو که من میبینم واقعا از نظر فکر و ساختمان و اینا خیلی فرق کرده با بعضی از کارهایی که امروز جریان داره ها. من نمیخوام بگم کیفیت افت کرده، نه اینو نمیخوام بگم، ولی غالب نشه، کمیت بر کیفیت ما غالب نشه. ما نریم فقط رو ساخت و سازهای فیزیکی. سالن سینما فیلم خوب میخواد، اینو یادمون نره. سینمای ما خیلی خوب پیشرفت کرد، خوب کار کرد، جوان‌ها مخصوصا بعد از انقلابی ها خیلی خوب، کارگردان‌های خوب چیز. ولی احساس یه چیزایی هم میکنم من این وسط، یه جورایی هم داره میشه ها، برای اینکه اون مضامین و اون تلاش هایی که در زمینه کیفیت اون اوایل میشد الان یه خورده افت کرده، روی شکل دیگه داره میشه. مواظب باشیم فقط این جنبه کار لطمه نزنه و ما اوج بگیریم. متشکرم. با تشکر از استاد نصیریان که واقعا مطلب رو باز کردند، هشداراشون چقدر میتونه واقعا سازنده باشه، به خصوص اون مسئله بازتاب هنر نمایش توی جامعه خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه. یادمون باشه که بزرگترین حربه‌ای که میشه با فساد در افتاد حربه هنره ولا غیر. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم سخنهای آقای نصیریان در مورد جشنواره ها، در مورد این جشنواره به خصوص مصداق داشته باشه و ما شاهد باشیم در این چند روزه، ببینیم که واقعا بازتاب اجتماعیش حتما به عیان دیده بشه. با اجازهتون اینجا من یه یادآوری میکنم، نه معرفی، فقط یادآوری کسانی که در این جشنواره حضور دارند. البته یک سری از دوستان هنرمندان و دستاندرکاران هستند که در مراسم افتتاح نتونستن حضور داشته باشن به دلایل گرفتاری‌های کاری که در چند روز آینده حدود 30 تا از هنرمندان دیگه ملحق میشن به میهمانان جشنواره. من فقط از جهت اطلاع کسایی که در جشنواره حضور دارن رو به اطلاعاتون برسونم. معاون اداره مالی وزارت فرهنگ و اشتغال اسلامی جناب آقای مشایخی تشریف دارند. مسئول ذی حسابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای فاطمی زاده. مدیر کل امور استانها جناب حجت الاسلام آقای امینی تشریف دارند. مدیر کل طرح‌های عمرانی جناب آقای اسلامی. معاون سیاسی امور استانها جناب آقای منیرزاده. فرماندار محترم آبادان جناب آقای آصفی. شهردار محترم آبادان جناب آقای فرزان.
اعضای محترم شورای شهر آبادان و اهواز، اما هنرمندان میهمان و شرکت کنندگان در جشنواره، در دومین جشنواره آبادان که حضور دارند، من خدمتتون میگم. بازیگر مهمان جناب آقای سیروس ابراهیم زاده، کارگردان بخش مسابقه و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای بهروز افخمی، کارگردان بخش مسابقه جناب آقای سیروس الوند، تهیه کننده میهمان جناب آقای داریوش باباییان، خبرنگار مهمان آقای حسین باقریان، خبرنگار و نویسنده جناب آقای سید ابراهیم بحرالعلومی، بازیگر بخش مسابقه خانم عسل بدیعی، بله اینجا اسم بندم به عنوان بازیگر مهمان که هست. بازیگر بخش مسابقه خانم رویا تیموریان، بازیگر بخش مسابقه آقای امین حیایی، بازیگر مهمان خانم نیلوفر خوشخل، بازیگر مهمان خانم گوهر خیراندیش، آقای زکریا به من تذکر دادن که اسامی بازیگرا رو بخون، اسم خودشون به عنوان بازیگر مهمان آقای محمد زکریا، بازیگر بخش مسابقه خانم لعیا زنگنه، نمیفهم چی میگی، من دارم به ترتیب لیست میخونم همونه. بله رو الف باس. بله البته من توضیحی که آقای زکریا دادم بگم که اسامی روی حروف الف باس، یعنی ولا غیر، هیچ چیزی در نظر گرفته نشده. خبرنگار محترم آقای وحید سعیدی، کارگردان بخش مسابقه آقای سیامک شایقی، داور بخش مسابقه و بازیگر میهمان آقای خسرو شکیبایی، داور بخش فیلم های کوتاه خانم مهوش شیخ الاسلامی، بازیگر میهمان خانم لادن طباطبایی، گریبان میهمان خانم ناهید طلوع، خبرنگار آقای علی اکبر عبدالعلی زاده. مدیر کل
مرکز تحقیقات آقای محمد حسن طهماسبی. بازیگر بخش مسابقه آقای فریبرز عرب‌نیا. بازیگر بخش مسابقه خانم نیکی کریمی. بازیگر بخش مسابقه استاد حسین کسبیان. تهیه کننده میهمان آقای فؤاد نور. گیریمور میهمان آقای بیژن محتشم. از بخش مالکین سینما آقای وحید مجتهد بیدابادی. کارگردان میهمان آقای کمال تبریزی. داور فیلم های کوتاه استان آقای علی محمد قاسمی و باز داور فیلم های کوتاه استان آقای بیژن میرباقری. و استاد علی نصیریان. یه دونه از قلم افتاده. اهالی عزیز آبادان که به عنوان میزبان تشریف دارن، نه میهمان. بله، باز لیستی که به من دادن اشکال داشت. کارگردان بخش مسابقه آقای محمد علی سجادی. برام بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که دومین جشنواره سینمای آبادان با مضمون اجتماعی یکی از موفق‌ترین جشنواره‌های استانی باشه. با آرزوی پیروزی. آقای سالمی